تو این آموزش بچه‌ها با تکنیک خیلی ساده می‌خوایم این مسیر حرکتی رو ایجاد بکنیم که می‌بینید من ابتدا از یک روش دیگه‌ای رفتم که اینجا می‌بینید که جهت چرخشش درست در نمی‌آمد و الان می‌خوام روش ساده‌ای رو بهتون رو بدم به راحتی با یک کلیک اینها رو مدل سازی بکنید. ابتدا بچه‌ها مسیرش رو با استفاده از اسپلاین ها به این شکل ترسیم می‌کنید و بعد از اینکه ترسیم کردید ما نیاز داریم به یک باکس به این شکل. این باکس ابتدای مسیرمون قرار بگیره و بعد میام ادیت پالی رو به این نسبت میدم یا کانورتش میکنم به ادیتیبل پالی. فیس رو انتخاب میکنم، یکی از دستورات عالی در ادیت پالی اکسترود بر مبنای یک اسپلاینی که ما بهش معرفی میکنیم. حالا کافیه من رایت کلیک بکنم و اینجا اکسترود الانگ اسپلاین رو بزنم، اینجا پیک اسپلاین رو بزنم و اسپلاین رو بهش معرفی بکنم. حالا کافیه بخش بندی ها من افزایش بدم که مسیر رو خیلی نرمتر ایجاد بکنه. حالا کافیه بیام این قسمت اکسترود الانگ اسپلاین الاین رو بزنم، درست میکنه و این قسمت میام تویست هم بهش میدم. میگه که با تویست دقیقاً بچه‌ها میتونید تنظیمش بکنید که این مسیر رو درست حرکت بکنه. اگر این آموزش دوست داشتید بچه‌ها برای دوستانتون هم بفرستید و اگه میخواید مدل سازی معماری رو حرفه‌ای یاد بگیرید حتما هایلایت مدل سازی حرفه‌ای ما رو در پیج ما ببینید.